فامیلای عزیز سلام، امید جور و صحتمند باشین. امروز میخوایم درباره سایدگی مفصل زانو صحبت داشته باشیم. سایدگی مفصل زانو یا اوستیوآرترایتیس به حالت گفته میشه که در آن ظروف محافظ بین استخوان‌های زانو تخریب شوند که معمولاً با درد، خشکی و محدودیت در حرکت همراه است. اوستیوآرترایتیس عوامل مختلف داره، مثل افزایش سن یا کهولت سن، وزن زیاد، آسیب‌هایی که به خود مفصل زانو وارد میشه و همچنان استفاده بیش از حد زانو. اگر شما هموطنان عزیز از سایدگی مفصل زانو به درجه ابتدایی متوسط رنج میبرین، بهترین تداوی نزد شما زرق هیالورونیک اسید و PRP زانو میباشد. هیالورونیک اسید و PRP هر دو ماده طبیعی است که باعث میشه از سایدگی و پیشرفت مرض نزد شما جلوگیری شود، همچنان باعث کاهش درد و تقویت زانو میشه، طول عمر زانوها افزایش پیدا میکنه و حرکت زانو بهتر میشه.